همه ما در طول زندگیمون بر حسب علایق و شغلی که داریم در سالن‌های همایش مختلف شرکت کردیم. پای سخنرانی بزرگان نشستیم و از این زاویه به اون آدم‌های بزرگ نگاه کردیم. اما قرار این بار از زاویه دیگری توی سالن‌های همایش حضور پیدا کنیم و به جای اینکه ما برای دیدن افراد بیایم، تمام این جمعیت برای دیدن من و تو توی سالن‌های همایش حضور پیدا کنه. اینجا دقیقاً همون جاییه که قرار از این به بعد شما قرار بگیرید و موفقیت‌های خودتون رو با این جمعیت به اشتراک بذارید. ترس از سخنرانی، ترس از دیده شدن، ترس از قضاوت شدن، همه این ترس‌ها باعث شده خیلی وقتها پا روی آرزوهامون بذاریم و همه رو کنار بذاریم. فکر نمی‌کنید وقت شده دیگه فقط به رویاهامون فکر کنیم و پا روی ترس‌هامون بذاریم؟ سخنران یعنی راننده سخن. اگر قرار روی سخن خودت سوار باشی، لازمه اون داشتن یک فن بیان قویه. باید روی فن بیان خودت کار کنی. اونجاست که باعث میشه یک سخنرانی منسجم و جذاب داشته باشی. مرکز توسعه و مشاوره مدیریت دانشگاه اصفهان با همکاری مرکز آموزش‌های الکترونیکی آزاد یک دوره فن بیان طراحی کردن که قراره توی اون دوره فن بیان کلی نکته‌های آموزشی و نکته‌های کاربردی به شما آموزش داده بشه. سخنرانی یک مهارته، دقیقاً شبیه مهارت‌های دیگه‌ای که اونها رو یاد می‌گیریم. زمانی که سخنرانی رو یاد گرفتیم، از اونجا به بعد دیگه همه چیز تغییر می‌کنه. دیدید گاهی اوقات در یک موقعیت‌هایی قرار می‌گیریم، می‌دونیم چی بگیم اما نمی‌دونیم چطور بگیم. فن بیان یعنی توانایی سخن گفتن، البته در هر زمان و در هر مکان. دنیای امروز دنیای فراارتباطاته. آدم‌های موفق آدم‌هایی هستن که دایره ارتباطی وسیعی دارن. اگر شما هم می‌خواید جزو آدم‌های موفق باشید، باید بتونید با انسان‌های موفق در ارتباط باشید. باید بتونید ارتباط مؤثر داشته باشید. ارتباط مؤثر پلی میان قلب‌ها، نه فقط بین کلام‌ها. قراره توی این دوره روی قدرت کلام شما کار کنیم. روی فن بیانتون، لحنتون، تون صداتون، زبان بدن، راه‌های صحیح ارتباطی، روی همه این نکته‌ها باید کار بشه تا شما منحصر به فرد بشید و در پایان دوره از معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی یک مدرک معتبر دریافت می‌کنید. سلام، من حامد عزیزی هستم، مدرس فن بیان و ارتباط مؤثر. قراره توی این دوره کلی نکته‌های کاربردی رو یاد بگیریم. اصلاً مهم نیست که در چه جایگاهی هستیم، فقط قراره که فن بیان قوی و ارتباط مؤثر رو به خوبی یاد بگیریم. پس می‌بینم